مرکز دانش تغییر یافته. در شهر آینده‌نگر نورآباد، 3 دوست صمیمی به نام‌های آریا، کیان و لینا زندگی می‌کردند. آنها هر روز را با گشت و گذار در مرکز دانش می‌گذراندند، جایی که تمام اطلاعات و سرگرمی‌های شهر در آنجا بود. آریا عاشق کاوش در بخش‌های جدید مرکز دانش بود، در حالی که کیان ترجیح می‌داد همیشه به همان بخش‌های آشنا و مورد علاقه‌اش برود. لینا هم همیشه به دنبال راه‌های خلاقانه برای استفاده از اطلاعات بود. یک روز صبح، وقتی دوستان به مرکز دانش رسیدند، متوجه شدند که همه چیز تغییر کرده است. بخش‌های آشنا ناپدید شده بودند و اطلاعات جدید و ناآشنایی جای آنها را گرفته بود. کیان عصبانی شد. این غیر ممکن است. مرکز دانش همیشه همینطور بوده. ما باید آن را برگردانیم. او نمی‌توانست باور کند که چیزی که همیشه به آن تکیه کرده بودند، تغییر کرده است. آریا با کنجکاوی شروع به گشت و گذار در بخش‌های جدید کرد. او می‌دانست که تغییر همیشه اتفاق می‌افتد و باید به دنبال راه‌های جدید بود. شاید این تغییر فرصت‌های جدیدی برای ما ایجاد کند. لینا هم به آریا پیوست. او با خلاقیت خود شروع به ترکیب اطلاعات جدید با ایده‌های قدیمی کرد و چیزهای کاملاً جدیدی خلق کرد. ببینید، ما می‌توانیم از این اطلاعات برای ساختن چیزهای بهتر استفاده کنیم. کیان اما همچنان ناراحت و ناامید بود. او به یاد روزهای خوب گذشته می‌افتاد و از امتحان کردن چیزهای جدید می‌ترسید. او فکر می‌کرد که هرگز نمی‌تواند به زندگی بدون مرکز دانش قدیمی عادت کند. آریا به کیان نزدیک شد. کیان، می‌دانم که ترسناک است، اما اگر به دنبال چیزهای جدید نرویم، هرگز نمی‌فهمیم چه چیزهای شگفت‌انگیزی در انتظار ماست. بیا با هم کشف کنیم. کیان بالاخره تصمیم گرفت که ترسش را کنار بگذارد. او به آریا و لینا پیوست و با هم شروع به کاوش در بخش‌های جدید کردند. او کم کم متوجه شد که تغییر می‌تواند هیجان انگیز باشد. دوستان به زودی فهمیدند که مرکز دانش جدید حتی بهتر از قبل بود. آریا و کیان مهارت‌های جدیدی یاد گرفتند و ماجراهای هیجان انگیزی را تجربه کردند. آنها فهمیدند که تغییر همیشه بخشی از زندگی است و باید آن را در آغوش گرفت.